سلام دوستان، سال تحصیلی تموم شده ولی مبارزمون تموم نشده. مبارزمون تا ریشه کن شدن جهل و خرافات ادامه داره. اگر جهل و خرافات ریشه کن بشه، دکان دزدان تحصیل کرده تخته میشه. ما در دوران سختی زندگی میکنیم. میخوام این پیام را در کشور و جهان منعکس کنم. مبارزه مدنی ناتوانی را به توان تبدیل میکنه. من به همه شما میگم که شهامت داشته باشید، زندگی جدید رو شروع کنید و درک کنید که میتوانید کاری را انجام دهید. ما از موضع قوی در مقابله با تحولات آینده برخورداریم. نباید عزم ما را دست کم بگیرید. ما میتونیم شاهد این باشیم که چگونه آسمان میتونه تیر و تار باشه. خدا نگهدار.